خودن. وقتی که هر روز باید از اون نوک پارو تا این بالا کرم بمالن که این پوست نرم بمونه، یه رسیدگی معمولی بخوام به خودم بکنم در ماه 500 میلیون برام میفته. بعد اون موقع این رسیدگی رو کامل بذارم جلوی تو مفبر. چی مینویسی پولکی؟ کوری نمیبینی زندگیمو خودم ساختم، بعد بیام با تو خونه بسازم؟ تو باید بری همونیو که ژیلت میکنه بگیری که هم زبره هم تیره. ببین مامی جون، پوست نرم که خیلی خوبه، اما خب پوست نرمی که خیلی لمس شده باشه نه. مردم هم کلا برای پوست نرمی که خیلی لمس شده زیاد هزینه نمیکنن. اون 500 میلیون کاش بابات برات هزینه میکرد یه همچین چیزی بار نمیومدی، اینقدر عقده‌ای. ببین دیگه خب راحت و رسما دیگه جدیداً اعلام میکنید که پولکی هستید. تو باید خاک پای زنایی بشی که سر تا سر عمرشون کار کردن و زحمت کشیدن، با شرافت دست و پاهاشون پینه زد، هرزه. گم شید بابا، چی تو خودت دیده که اینا رو بگی؟ زوال عقل گرفتی دیگه، کم کم آخراشه. آفرین.